اضافه کردن اثر انگشت به گوشی‌ها و اسمارت فون‌ها این پیشنهاد سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی بود. اساساً شما وقتی به اینترنت کانکت میشید وارد یک فضای نظامی شدید. مسئله فضای سایبر مسئله امنیت ملیه. اینترنت جهان زیر نظر نهادهای اطلاعات امنیتی اداره میشه. یعنی AT&T تلفن و تلگراف ایالات متحده زیر نظر NSA یا همون National Security Agency در 45 کیلومتری جاده بالتیمور قرار داره. این مرکز که همش ژنرال های نظامی آمریکان اینترنت رو کنترل میکنن. اساساً شما وقتی به اینترنت کانکت میشید وارد یک فضای نظامی شدید. تصور شما این است که الان دسترسی آزاد به اینترنت دارم. در کاری دلتون بخواد توش میتونید بکنید و چقدر این آزادی لذت بخشه. این آزادی شما رایگان به دست نیاوردید. من یک پولی رو پرداخت کردم، یه سری قطعات سخت افزار و نرم افزار خریدم، غافل از اینکه این گوشی تلفن همراه شما یه نفر دوم کنار شما. اضافه کردن اثر انگشت به گوشی‌ها و اسمارت فون‌ها این پیشنهاد سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی بود. شما به محضی که یک گوشی خریداری می‌کنید اولین اثر انگشتی که روی این گوشی قرار داده میشه به عنوان اینکه این گوشی مشخص شه هویتش مال کیه و اون طرف بتونه دسترسی به این تلفن همراه داشته باشه، یک پرونده در NSA برای شما تشکیل میشه. حالا بخواید باور کنید بخواید نکنید برای من اهمیتی نداره، اون چیزی که میدونم و میگم. اصلا مهم نیست اسم و فامیلتون چیه. عنوان پرونده یک کده، مثلا N77G مثلا. این N77G یه شخصیته که بلافاصله اولین باری که کانکت میشید وارد میشید IP شما مشخص میشه، موقعیت شما مشخص میشه که این یه شهروند ایرانی. این اولین اطلاع. دومین اتفاقی که میفته دوربین جلوی شما بدون که شما متوجه بشید روشن میشه، عکس شما ذخیره میشه. یعنی یه پرونده کامل. 2 سال 3 سال که شما با این گوشی کار کنید، نرم افزار داشته باشید، پیام بدید، توی کانتکتش مخاطباتون رو ذخیره کنید، نوتاتون رو ذخیره کنید، بعد از 2 سال NSA آمریکا پرونده‌ای از شما داره که مادر شما اطلاعاتو نداره. یعنی میدونه با کی دوستید، میدونه کجا میخوای بری، میدونه چی کار میخوای بکنی، میدونه به چی علاقه داری، میدونه چی میبینی. تمام اطلاعات شما طبقه بندی میشه. شاید بگی آقا من کیم؟ من یه آدم عادی ام، دانشجوام، یه کارگرم، یه کارمندم. بله، تا زمانی که یه نفری اطلاعات یه نفر شما هیچ ارزشی نداره. ولی وقتی یه نفر شد 90 میلیون آدم تو ایران، اون وقت تجمیع اطلاعات اینا خیلی اهمیت داره. میشه بیگ دیتا. بیگ دیتا آنالیز میشه، تحلیل میشه، رصد میشه. بعد میدونن با شما چه جوری حرف بزنن، میتونن سر شما کلاه بذارن. حتی میفهمن شما ممکنه به کی رأی بدی، چه جوری میتونن ذائقه شما رو عوض کنن. فکر کردید چرا ستاد انتخاباتی دموکرات ها از شرکت فیسبوک شکایت کردن در انتخابات 2016؟ شرکت فیسبوک چیکار کرده بود تو انتخابات؟ تقلب کرده بود؟ برای مثلا ترامپ تبلیغ کرد؟ نه، گفتن تو اومدی دیتاهای کاربراتو در اختیار ستاد انتخاباتی ترامپ قرار دادی، اون فهمیده چه جوری باید سخنرانی کنه که مردم بهش رأی بدن. ببینید چقدر میشه با این بیگ دیتاها با افکار عمومی بازی کرد. چرا ما اصرار داریم رو مسئله اینترنت که آقا اینترنت باید زیر نظر وزارت دفاع باشه؟ اینترنت این مسئله امنیتیه. اینکه میگن کنترل جهان، یک جامعه الیتی وجود داره که دنبال نظم نوین جهانی، دنبال اینه که جهان رو مدیریت و کنترل کنه. این مدیریت کنترل میاد جهان رو فتح میکنه. ابزار کنترلش اینترنت. لذا اینترنت یک بستر نظامیه، یک بستر کاملا امنیتیه. اصلا اساس اینترنت بر اساس ساختارهای امنیتی اطلاعاتی طراحی شده. که کاملا یک فضای سایبره، یک فضای کاملا مجازی، ولی تمام کسایی که اینترنت رو مدیریت میکنن افراد نظامی ان، افراد اطلاعاتی ان.